سلام به همگی. امروز اومدیم با غذای جدید. غذای امروز میرزا قاسمیه. پس بزن بریم تا ویدیو رو ببینیم. زیر کافی خوابه سرخ که شد بادمجون اضافه میکنیم. بادمجون واسه چی؟ میرزا قاسمی اضافه میکنم. بعدنم گوجه پوسکنده دارم میرزم توش، یه ذره ربا میرزم گوجهش کردم. زرچوبه و فلفل و نمک هم باید برسیم. عودتو روشن نمی کنی؟ چرا؟ خفه شده. سیر چرا بود داره بچه نگو. درش خراب نشده مگه نه؟ درت خراب شده یا نه؟ دوها زیاد بکنه. زرچوبه میرزم توش، زرچوبه فلفل رو. این زرچوبه، این ابرو زرچوبه دست فلفل. اینا این بال اینا این نیست. اینه جونم. عالی میشه. اگه نشد چی؟ میشه نشه. چرا اینا گرمه؟ 2,000 years later. این سرخ شد بادمجون رو بذاریم. بادمجون همه رو نمیرسم و سیاهی. دوست داری واسه ویدیوی بعدی چه غذایی درست کنیم؟ بستگی داره. چه غذایی دوست داری؟ حسن جون دیگه خوراک. رابشگاه منظورته؟ خوراک خب همین دوتا؟ این غذایی که درست میکنیم حدود چند دقیقه طول میکشه؟ همین الله حاضر زود حاضر میشه. خیلی راحتی این دردسر. خب بعد چی بگم دیگه؟ هرچی دلت میخواد. بادمجون چقدر بعد اضافه کنیم؟ بستگی. بستگی؟ اگه به بستگی گفتن که الان تو 1 کیلو بادمجون اضافه کردی. آره دیگه من الان 1 کیلو. چند نفریم مگه؟ 3 نفر. خب پیشنهاد خود مجبوری. خواب که خواب. بسه من دستم بشکن، دستم بویه رفت میسیر.
تا تو این مشمع رو باز کنی فردا صبح شد که. برو بکنم بس. خدای آشپزی کردن خیلی سخته. اونایی که دارن با دیدن ویدیوت یاد میگیرن چه غذایی درست کنن، پیشنهادت بهشون چیه؟ هرچین پلو خوبه، مرغ و زرش پلو با مرغ خوبه، عدس پلو خیلی خوشمزه، ماکارونی خوبه، عدس پلو هم خیلی عالیه. ماکارونی خوبه. پس دفعه بعد یه عدس پلو خوب درست کن، آموزشش هم بذار. بعد اینجا نگاه میکنیم که دقیقاً همه جای ظرفشویی رو تمیز میکنه، حتی به چاقوش هم رحم نمیکنه. دست هم خارج کردم. به ما گفت که همین الان آماده میشه، ولی 2 ساعت روی گازه. چقدر عجبی داری. من عجله ندارم که. خب خب همین گوجه رو باید سرخ کنم. 2 تا تخم مرغ رو بیارم. اینجا چیکار؟ چند تا دونه تخم مرغ گرفتی؟ 2 تا. 2 نفریم. چند نفر هستیم؟ الان داری چیکار میکنی؟ تخم مرغ اضافه اینجا بشیم. پیشنهاد میدی اونایی که میخوان شام بخورن همراه شامشون چه فیلمی ببینن؟ هرچی خودشون دوست داره که اختیار خودشون. پیشنهاد بهشون نمیدی؟ نه. خودت چه فیلمایی میبینی؟ من برنامه‌اش زیاد جالب نیست. و چرا میبینی؟ مجبورم. مجبور چیزی نیستی. که من میخوام نیست. من فیلمای شاد، فیلمای آدم شاد. هر فیلمی که میبینی غمگینه که. فلفل اضافه کردی؟ فلفل اضافه کردی؟ میگم فلفل اضافه کردی الان؟ پس چی اضافه کردیم؟ زردچوبه که اضافه کردی؟ فاصله بچه نداره. زردچوبه اضافه کردی؟ آره. سیری میخواست سرخ بشه ریختم تو سیر. خب حالا گوجه رو اضافه کردی؟ آره.
دروغ گذاشت. آره کمی بگو گوجهش کمی بگو. دارم یه خود رو با میزنم چون گوجهش کمی یکم بیشتر گوجه خود میکردی. دست اونده گوجه می شمالش بگو حال ندارم دیگه. خب الان تخم مرغ نمیریزی؟ الان بریزم بذار صبح شاید سرم الان 12 دقیقه طول کشید. حالا بکش عجلت واسه کی میاد تمیز کنه خودت. چقدر روغن میخوای اضافه کنی؟ روغن تمام شد که. بعدی سرم الان ما چرب خونمون میزنه بالا با این کارا. چرا اونجا نگه میداری بندازش خالی دیگه. با روغن خداحافظی میکنی. راستشو بخوایم ما واقعا از بوی سی خفه میشیم. اگه نه هودم کارساز نیست. نتیجه میگون تو غذاتون سیر کم استفاده کنیم. روغن جدیدم باز میکنه اضافه کنه. واه چقدر سب بدارش من میخوای باز کنم؟ باز کردی. جون ندارم اوه چقدر روغن اضافه کردی. نه من مطمئنم اینو میخوای بده چرب خونمون بزنه بالا. تخم مرغ اضافه نمی کنی. سب کن دنبال نکردم حرفه‌ای انجام میدی ها. 6 زدم. آقا چقدر کوچولو این بیشتر احساس میکنم میخواد کبد ما رو نابود کنه. به این نگاه میکنم. خیلی نظافت انجام میدی ها. بودو خاموش کردی؟ بدبخت شدم و رفت بدبخت شدم بدبخت شدم میگه کش. خامسه گذاشتم کارم خب شد یه ساعت بود خب مواد نیاز واسه تهیه این غذا چی بود؟ اگه یادت اومد. سیر سرخ کردم خب بعدم بادمجون رو توش سرخ کردم خب گوجم ریختم توش سرخ کردم رب گوجه هم ریخت. زدم و تموم زرچوب فلفل هم بچون زدم نمک. نمک هم بچون بمب نابودی کبد ما این غذاست. چون فلفل اینقدر روغن توش ریختی. دارم خاموش میکنم بس ایده نپخته میخوای بدی به ما؟ نپخته ظاهرش که نپخته میاد. غذا رو درست کردم تمام شد شما نظر بدید غذای من خوبه
اگر خوبه که لایک کنید. کانال آشپزی ما رو دنبال کنید. اگر خوشتون اومده لایک کنید. خدا حافظ.